در شهر شمالی بنوی پاکستان پلیس با استفاده از آتش سلاح جنگی جمع آمدی مردم بیخانه و جای مانده را که عملاً به زد و خورد تبدیل یافته بود پراکنده کرد. در این حادثه کمش 8 اعتراضگر و 9 افسر پلیس جراحت برداشتند و تخمیناً 100 کس به حبس گرفته شد. خشونت زمان آغاز یافت که مردم بیخانه و در برای گرفتن معیار هفته‌انه غذا جمع شده بودند. با شروع عملیات نیروهای ارتش پاکستان بر ضد طالبان در ابتدای سال روان، تخمیناً 1 میلیون نفر مکان دائمی زیستشان در ولایت شمال وزیرستان را ترک کردند. در شمال عراق، گروه زنان نظامی کردهای ایران یا خود حزب حیات آزاد کردستان برای مقاومت به آشوبگران گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرند. قرارگاه این حزب در شهرک دیبیسی کنار شهر کرکوک عراق بوده. در آن 200 عضو مسلح حزب حیات آزاد کردستان که بیش از نصف آنها زن می باشند، همراه با نیروی پیشمرگه کردهای عراقی جایگیر شده‌اند. حزب حیات آزاد کردستان که از طرف حکومت ایران همچون گروه تروریستی ارزیابی می شود، تصمیم گرفته است که به کردهای عراق و سوریه در مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی کمک رساند. همچنان در اردوگاه نرگیزلیه واقع در شرق شهر موصل عراق تمرین نظامی کردهای عراقی جریان دارد. در نرگیزلیه اساساً جماعه یزیدی های عراق به سر می برد، ولی فعلا اکثر یزیدی ها نرگیزلیه را ترک کردند. سلاح به دستان گروه دولت اسلامی در ماه ایون سال روان موصل را اشغال نموده هزارها نفر را به فرار از منزل دائمی زیستشان وادار نمودند. در شهر مسکو دادگاه عالی روسیه مرافعه گروه دیدبان حقوق بشر مموریال را تا ماه آینده به تأخیر گذاشت. وزارت عدلیه روسیه با اشاره به بعضی مسئله‌های فنی وابسته به ثبت نام این گروه تقاضا کرده است که فعالیت آن منع گردد. مموریال در سال 1989 پایه‌گذاری شده، کمش 50 گروه حامی حقوق بشر در روسیه، اوکراین، قزاقستان، لاتویا و گرجستان را در زیر یک پرچم متحد نموده است.